سلام دوستان، اگه سطح استرستون داره سقف رو سوراخ میکنه، حتما این 5 تا خوراکی ضد استرس رو به برنامه غذاییتون اضافه کنید. اول از همه شکلات تلخ. این خوراکی خوشمزه سرشار از آنتی اکسیدانه که میتونه هورمون‌های استرس رو کاهش بده. بعدش نوبت میرسه به زغال‌اخته. این میوه‌های آبدار پر از آنتی اکسیدان و ویتامین C هستن که به مبارزه با استرس کمک میکنن. چای سبز رو هم فراموش نکنید. این چای حاوی التیانینه که باعث آرامش میشه. آجیل‌های مثل بادام و گردو هم سرشار از منیزیم هستن که میتونه اضطراب رو کاهش بده. و در آخر آووکادو. آووکادو پر از چربی‌های سالم و پتاسیم هست که به تنظیم هورمون‌های استرس کمک میکنه. پس دفعه بعد که استرس سراغتون اومد، دستتون رو به سمت این گزینه‌های خوشمزه و مغزی دراز کنید. خونسرد باشید و یه میان وعده سالم بخورید.